خوب هستی؟ ممنون، مرسی. شما؟ تماس گرفته بودی؟ جان؟ ها؟ الو؟ بله قربان، از مرکز تصفیه آب خدمت شما تماس گرفته بودیم. ها. ما دستگاه تصفیه آب با تعرفه دولتی ثبت نام شما هنوز انجام نشده، درسته قربان؟ چی؟ دستگاه تصفیه آب. یعنی آب دستگاهی که زیر سینک ظرفشویی براتون نصب میشه. زیر کجا؟ جان؟ زیر کجا؟ سینک ظرفشویی آشپزخونه قربان. آشپز مجه این آب هست؟ آب میخوریم. خب بله، شما این براتون دستگاه رو نصب میکنن. ها؟ شیر مجزا براتون از بالا میذارن که شما از آب تصفیه شده. طبقه بالا؟ بله. نصب و ارسال براتون. طبقه بالا خونه همسایه است، من شیری برم اونجا با شما بخورم زشت نیست؟ آقای محترم، برای خودتون. برای خودم پس چرا میجی بالا؟ بالا واسه من نیست خانم. شما اصلا گوش میکنی به عرض بنده؟ شما گوش میکنی به حرف بنده؟ میگم شما وقتی میان دستگاه رو برای شما زیر سینک ظرفشویی نصب میکنن. چی؟ دستگاه تصفیه آب. چی میاد؟ نماینده خب میاد درتون زیر سینک ظرفشویی نصب میکنه. شیر مجزا هم از بالا براتون میذاره، از بالای ظرفشویی. خب آب تصفیه شده استفاده میکنین. خب مجه تصفیه نیست این آب؟ نه خیر. آخه ما میذاریم یخچال میخوریم. کرج نیستن قربان.